اگه خودت رو دوست داشته باشی نگاه کنی ببینی، چون اگر تو خودت رو دوست نداشته باشی واقعا چه کسی باید دوستت داشته باشه؟ پدر و مادر دوستت دارن، همسر دوستت داره، فرزند دوستت داره، اینها ارزشمندن، اما اینها طبیعیه. اون چیزی که سرنوشتت رو عوض میکنه عشق تو به خودته، به خودت. وقتی خودت رو دوست نداری حتی نزدیکترین آدما هم ناخواسته یک جور دیگه بهت نگاه میکنن، نه از روی بدی، از روی احساسی که خودت بهشون منتقل میکنی. اما وقتی خودت رو دوست داشته باشی دنیا هم مجبور همونطور باهات رفتار کنه. داری فرکانس میفرستی به این دنیا و به خودت. این فرکانس رو اعتبارش ببین چقدر مهمه برای دوست داشتن خودت. عشق به خود یعنی احترام به خود، یعنی باور به خود، یعنی اینکه بدونی لایق همه چی هستی، لایق بهترین هایی. اون موقع اعتماد به نفست بالا میره، تو کارت، تو رفتارت، تو نگاهت، تو تصمیمات، و کم کم میبینی خیلی چیزها میان سمتت. آدمها، فرصتها، پول، عشق، آرامش، ثروت، حتی رویاهایی که فکر میکردی دورن. این شعار نیست، واقعیته. وقتی خودت رو دوست داشته باشی صاحب خودت میشی، صاحب دنیا میشی، و کسی که صاحب خودش باشه میتونه صاحب همه چیز بشه. ببین اگه خودت رو دوست داشته باشی همه چیز از همینجا شروع میشه. وقتی خودت رو دوست داری نگاهت به زندگی عوض میشه، دیگر منتظر تایید کسی نمیمونی، دیگر خودت رو کوچک نمیبینی، دیگر برای دیده شدن تقلا نمی کنی. آدمی که خودش رو دوست دارد آرامه، محکمه، و همین آرامش همه چی رو به سمت خودش میکشه. پدر و مادر، همسر، فرزند، دوست داشتنشان ارزشمند هست، اما طبیعیه. آن چیزی که زندگی رو میسازد دوست داشتن خودته. اگر خودت رو دوست نداشته باشی حتی نزدیکترین آدم ها هم ناخودآگاه طور دیگر با تو رفتار میکنن. اما وقتی خودت رو دوست داری احترام از نگاه ها شروع میشه، اعتماد به نفست بالا میاد، تصمیم ها قوی تر میشه، ترس ها آرام آرام کنار میره و مسیرها یکی یکی باز میشه. آدمی که خودش رو دوست داره لیاقت بهتر بودن و باور